عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان و همکاران عزیز. توی این پست میخوایم ویژگی‌های یک سنسور مرغوب و با کیفیت خدمت دوستان معرفی بکنیم. من اینجا از دو نمونه سنسور، یک سنسور FL300 و یک سنسور EM100 استفاده کردم که البته هیچ گونه بحث تبلیغاتی توی این سنسورها وجود نداره، فقط برای در واقع معرفی ویژگی یک سنسور مرغوب با کیفیت از این سنسور استفاده کردیم. توی سنسور EM100 خب به خاطر هسته قوی که در واقع داره شما میتونید برد بیشتری نسبت به سنسور FL300 ازش بگیرید. به طور مثال اگه شما یه هدفی رو توی 1 متری در واقع بتونید تشخیص بدید با سنسور FL300، میتونید همون رو توی 1.5 متری با سنسور EM100 تشخیص بدید و اون هم به خاطر هسته قوی که در واقع داره. اما همین هسته باعث ضعف سنسور هم شده، به طوری که اگر شما 20 دقیقه یا نیم ساعت به صورت مداوم از این سنسور استفاده بکنید، میبینید که از ثبات خارج شده و دقت خوبی دیگه نداره. اونم به خاطر در واقع هستشه که باعث میشه که وقتی داغ میکنه ثباتش رو از دست بده. اما همین سنسور کیفیت های خوب و بد توی بازار داره و در واقع نسبت به قطعاتی که روی سنسور مونتاژ میشه، کیفیت PCB و هسته‌ای که داره، قیمتاش تقریبا از 200-300 هزار تومان شروع میشه و هر چقدر که در واقع شما کیفیت مونتاژی بهتری داشته باشید، کیفیت سنسورتون بهتر باشه، خب قیمتش به تبع بالاتره. اما سنسور FL300 یه مقدار تفاوت داره با سنسور EM100 در واقع از نظر هسته، از نظر قطعات که تقریبا شبیه هم دیگه. سنسور FL300 هستش هسته نازکتریه در واقع سیم پیچش و این باعث میشه که هسته دیرتر داغ بکنه. یه لایه یه در واقع مایعی روی خود هسته وجود داره که این هم باعث خنک شدن هسته میشه و داخل خود هسته سیم پیچ یک در واقع نوع فلز به کار رفته شده که این هم باعث خنک شدن در واقع این سیم پیچ یا هسته میشه و همین باعث شده که سنسور FL300 اگر شما 1 ساعت هم مداوم باش کار بکنید، اون ثبات و دقت خودش رو داشته باشه. اما باز همین سنسور FL300 هم کیفیت های خوب و بد داره توی بازار و بسته به قطعات مونتاژی در واقع هسته‌ای که توش استفاده شده، کیفیت سیم پیچش، اون هسته وسطش و در واقع حالا IC که روش هست قیمتاش متفاوته. به طور مثال شما 3 مدل IC روی در واقع سنسور FL300 دارید که تو همه سنسورها هست و IC پمپی که در واقع روی این سنسور استفاده میشه از سری LM استفاده میشه تا سری AD که الان روی این سنسور سری OP291 که تقریبا میشه گفت جنس متوسط بازار میتونیم حساب بکنیم و هر چقدر که این قطعات مونتاژی روی سنسور هستش و در واقع کیفیت PCB کیفیت بهتری داشته باشه، معمولا دقت شما بهتر هست، خروجی که سنسور میده خروجی بهتریه، درایور اونو بهتر پردازش میکنه، با خطای کمتری پردازش میشه و توی خروجی که به نرم افزار ویژوالایزر میده در واقع خروجی بهتری به شما میده. پس توی سنسوری که میخواید انتخاب بکنید حتما دقت بکنید، سنسور با کیفیت مرغوبی رو انتخاب بکنید. قلب دستگاه شما سنسورتونه و هر چقدر سنسور با کیفیت تری روی دستگاهتون ببندید، قطعا خروجی که به شما میده خروجی با دقت تری خواهد بود. امیدوارم از این پست لذت ببرید. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.